من فکر میکنم آدما از ابتدا، یعنی از بچگی خودشون رو اگر آزاد گذاشته بشن و خیلی چارچوب برشون تعیین نشه، خودشون به اون سمت و سویی که علاقه و استعداد دارن میرن. این رو خانواده ها باید کشف بکنن که مثلا بچه من الان توی اسباب بازیش سمت کدوم چیز بیشتر میره، چه کاری رو بیشتر دوست داره و در نوجوانی اون رو در واقع پرورشش بدن دیگه. من از بچگی به شدت به هنر علاقه داشتم. من حتی مثلا وقتی حسابداری میخوندم در دانشگاه، از راه نقاشی دیواری و کار تجسمی و اینا در واقع خرج دانشگاهم رو در می آوردم. با اینکه خانواده من کاملا مخالف بودن با هنر و همیشه میگفتن، اصلا مسبب این که من حسابداری بخونم خانواده‌ام شدن، میگفتن که بعد هنر کنار یه رشته دیگه‌ای باشه و من اینو اصلا قبول ندارم، چون هنر خودش یک رشته واحده و در واقع برای خودش کاراکتر واحدی داره. خیلی از خانواده‌ها شاید دوست نداشته باشن من اینو بگم. من خیلی آدم نمیدونم جایگزین کلمه‌ای که تو ذهنمه چی میتونم بگم. به قول مامانم افسار گسیخته. خیلی آدمی بودم که خلاف جهت همیشه حرکت میکردم و هیچ وقت دوست نداشتم شبیه دیگران باشم. به اون چیزی که درونم بهم همیشه هشدار میداد یا اون ندای درونی خیلی توجه میکردم و بر اساس اون انتخاب میکردم. راهی که خانواده خواستن و وقتی رفتم و دیدم توش حالم خوب نیست، با اینکه موفق بودم واقعا تو سن خیلی کم توی اون رشته، ولی به راحتی رها کردم و از صفر یه رشته دیگر رو شروع کردم. دوباره اون رشته رو طراحی و اینا رو رها کردم، دوباره از صفر شروع کردم. یکی اینکه از باختن نترسیدم، از صفر شروع کردن نترسیدم و از مخالفت‌های دیگران هم ترسی نداشتم.